سلام، وقتتون بخیر. خوش اومدیم به این ویدیو. لایک و کامنتتون نره. طبق پیش بینی پیج ما حاجی فان در آرنولد کلاسیک شرکت خواهد کرد. حالا چرا؟ چون آرنولد کلاسیک دومین بزرگترین مسابقه بدنسازی در دنیاست و جایزه او $300,000 معادل 15 میلیارد و به نظر من شرکت حاجی فان در این مسابقه واقعا هوشمندانه است. چرا؟ چون هم رسانه ها خیلی تبلیغ حاجی فان میکنن و از طرف رسانه از حاجی فان حمایت میشه و هم 100% قهرمانه و به نظرم سامسون داودا هیچ کاری نمیتونه کنه، کسی که پارسال قهرمان شد و هادی چوپان با آپدیتی که از خودش نشون داد کات و حجم فوق‌العاده‌ای گرفته و حتی به نظرم از مستر المپیو بهتر حاضر میشه. پس 100% قهرمانی مال اونه. و یکی دیگه از اتفاقات جالبش اینه که هادی چوپان از 2019 به الان تا حالا مسابقه جز مستر المپیو شرکت نکرده و این اولین مسابقهشه بعد 2019 که در یک مسابقه یعنی آرنولد کلاسیک شرکت کنه. طبق لیست سامسون داودا، اندرو جک، نیکسیلا همه اینا با هم رقابت کنن و واقعا برای دوم شدن رقابت سختیه، چون هادی 100% اوله. تو کامنت ها بنویسین هادی و یه قلب یادتون نره و حتی میبینید که نیکسیلا هم که تازه حرفه شده هست و در فیزیک کلاسیک رافائل دیزل تسلیم شد و نیومد و 100% مثل پارسال اولا برزیلی یعنی رامون دینو قهرمان خواهد شد و به نظر من رامون 100% قهرمان شد، دفاع خواهد کرد و اول میشه. تا ویدیو بعد خدا نگهدار. سابسکرایب نره.